میدونی چرا وقتی تولد کسی میشه بهش میگن خدا کنه 120 ساله بشی؟ داستانش برمیگرده به دوران پرشکوه هخامنشی. اون موقع چیزی به اسم سال کدیسه وجود نداشت. اسفند ما همیشه 29 روزه بود، ولی یه فکری داشتن که واقعا هوشمندانه بود. هر 4 سال یه روزو ذخیره میکردن و وقتی این روزهای ذخیره شده به 120 سال میرسید، یه ماه کامل اضافه میشد به تقویم. اون سال به جای 12 ماه 13 ماه داشت و ماه 13 یه چیز دیگه بود. هیچ کس کار نمیکرد. همه با خرج حکومت جشن میگرفتن و شادی میکردن. برای همین مردم آرزو میکردن که 120 سال عمر کنن تا فقط یک بار هم که شده این ماه رؤیایی رو با چشم خودشون ببینن. چون بعضیا فقط یه بار بهش میرسیدن و بعضیا هم اصلا نمیتونستن اون روز رو ببینن. پس آرزوی 120 سال عمر شد یه دعای قشنگ و یه سنت موندگار.